در اسار یک حادثه ناخوش روی داده است. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 12 مای سال 2022 ساعت 09:30 دقیقه به قسم نوبرداری کمیته ایالت‌های فوق‌العاده رئیس محله حیات نو جماعت دهات ایسار زنگ زده خبر داد که هنگام کار با دستگاه خمیرشوری دست نامپز 36 ساله کمبینت نابینایان در آن درمانده است. برای رسانیدن کمک فوری دسته امدادگران کمیته به جای حادثه روان کرده شدند. آنها با یاری تکنیک مخصوص دست در تجهیزات درمانده نانپز را رها کردند. نجات دهندگان به جبر دیده یاری اولیه طبی رسانیدند و بعدا او را فوراً به بیمارستان شهر ایسار انتقال دادند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده گفت نانپز وقت کار به قاعده‌های بی‌خطری استفاده ماشین خمیرشوری رعایت نکرده است. محله حیات نو معروف به محله قوری‌ها در تقریباً 2 کیلومتری جنوب شهر ایسار و 25 کیلومتری غرب پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه جایگیر شده است. از زمان اتحاد شوروی در این محله اساساً شهروندان نابینا کار و زندگی می‌کردند. در اینجا برای آنها هنوز در دوران شوروی مکتب مخصوص نابینایان و برای با کار تامین کردن این عائله‌های آسیب‌پذیر یک کمبینت مخصوص نابینایان تشکیل کرده بودند.